ببینم ناگفته نماند که امر معروف و نهی از منکر چی معنا دارد. زیرا که برای بعض اشخاص مردم وقتی میشنوند که در فلان معرکه امر معروف شده است، برای آنها چی گران است، چی یک واقعه هست، چی یک حادثه ناخوشی هست که فلان معرکه با امر معروف انجام یافت. حالان که امر معروف در خاندان تمام مسلمان از زبان تمام مسلمان صادر شده ایستاده است. امر معروف، امر با خیر، دعوت به خیر، این امر معروف میگویند. برادر نماز بخوان، امر معروف. برادر به آزار مردم کوشش نکن، امر معروف. برادر عزیز، پدر و مادرت احترام کن، امر معروف. برادر عزیز، زبانت از غیبت نگه بدار، امر معروف. از قد راه یک سنگ را بیرا کن، امر معروف. این است امر معروف. نهی منکر از آن چیزی که خدای تو برای تو حرام گردانیده است. برادر عزیز، باز ایست، این نهی منکر هیچی وایمه ندارد. یگان دهشت نیست برای جامعه آباد شدن امر معروف و نهی از منکر حتمی و ضروری است. این مردمی که امروز چقدر ملایم هستند، چقدر حلیم هستند، چقدر احترام یکدیگر میکنند، همه این با شرافت امر معروف و نهی منکر است. و الا اگر امر معروف و نهی از منکر در بین ما و شما نباشد، خدا داناست، باور کنین سیرت ما و سیرت حیوان برابر است. خدا در دوام آیت چی میگه؟ اولئک هم المفلحون. آن کسانی که دست با امر معروف میزنند، دست با نهی منکر میزنند، آگاه باشین ای مردم که اینها در نزد من نجات یافتگی هستند، اینها نجات یافته هستند. با اینها عذاب دوزخ حرام گردانیده شده است. آن کسانی که زبان امر معروف دارند و نهی از منکر دارند. پیغمبر خدا که راوی این حدیث حضرت حذیفه است میگوید والذی نفس محمد بیدی، قسم به خدا میگوید پیغمبر، لتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند، قسم به خدا گفتند ای امت مسلمان، شما امر معروف و نهی از منکر را در بینتان زنده نگه بدارید. اگر در بین شما امر معروف و نهی از منکر نباشد، قسم به عظمتی خدا که گفت بالای شما عذاب خدا میریزد. بعد از آن شما دست میبردارین خدایا این عذاب از این دیار ما، از کوچه ما، از خانه ما بردار، فلا یستجاب لکم. پیغمبر گفت دیگر خدا دعای شما را قبول نمیکنه. از این خاطر گفتم پیغمبر دائم پیوسته با برادرای عزیز و گرامی کوشش کنید که شما برای نفقه میروید، خداوند برای شما رزق ان شاء الله میرساند اگر شما تازه باشین. حتی ببینید همون مردم روز خودش از همین شراب نوشا بیزار شدگیان، برای اونها این خیلی کارگر شراب نوش هم در کار نیست. حتی بچه‌ای که نمازش میخواند، بچه‌ای که حرام داده میرود، همون مردم روز باید دوست بداره، با همون خیلی کارگر برای خودشون باور میکنن. بچه‌ای را میدونم به خدا میگفتن که حتی کلید همون جای پولهاش در من باور کرده است، در دست من زادگی است. به خاطر که من 5 وقت نماز میخوانم، به خاطر که من خیانت ندارم، در من که نه اولاد نه اجدادش هستم، در من باوری حاصل کرده است. ببینید این باوری را در دل کی در آورد؟ همون خدایی که تو باید عبادت میکنی و ایلا کی تو را باور میکند 10 تین 1 سومی روسی در دست نمیتیه. همه این به خاطر پاکی شما، به خاطر تازه گشتن شما. برای این دادر عزیز در اونجا صبر کنین، شما صبر کنین. من میدانم ما هم انسانیم،
اینها را همش احساس میکنیم. با چشم رسیدن اون زنهای عریانی که در اون دولت ها هستند، اون دیسک کلوب هایی که زنها مثال عریان در اونجا گویم که رقص و بازی میکنند، در کوچه ها با مبلغ های معینی که نرخ نامی کردگیان، ولی شما که اونجا قطعی گذر کردین، چشم شما که رسید، وسواس شیطان شما را بیشتر به سوی خودش جلب میکند. ولی کوشش کنید این سخن ها را در گوشتان گیرین و اراده مستحکم قطعی همون حکم شهیدی که خداوند برای مسافری که فقط در راه درست کار میکند، حلال کار میکند، همین را از بیخکای گوشان دور نکنید. اینجا پدر و مادراتان انتظاره، اینجا در محلداری ها از شما انتظاره، اینجا فرزندکاتان از شما انتظاری دارد. شما رفته در اونجا این مشغولیت ها را که شوید، بعد خدا زده میشوید، بعد دیگه الله که خداوند شما در نظر رحمت ندارد، دیگه آن چیزی که دریاب میکنین دیگه او پولم در دستم باقی نمیمانم. ولی من نو 4-5 روز پیش در دوشنبه مجلس بود، حضور داشتم، 1740 دختری تاجیک ما کسل پیچیدگیان، 1740 نفر، ولی بسیارش از همون جمعه آوردن این کسل ها را از مهاجرت. برای من دادرای عزیز، هر کدامت که رفتین راهتون سفید، خداوند شما را نگه دارد و کوشش کنین که به حرام ها نروین، پشیمان میشین به خدا قسم.